إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همدیاران عزیز، برادران و مادران خیلی گرامی، از الله توانا و از الله بزرگ، از الله بی‌مثل و بی‌مانند دعاگو هستم که توفیقهای ما و شما را باز هم به سوی دینش زیاد بگرداند و از الله مهربان دعاگو هستم که گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند. از الله مهربان دعاگو هستم که مسافرهای ما را هر جا که باشند صحت و سلامت الله مهربان نگهشان دارد. از الله مهربان دعاگو هستم که در این دیار ما، در این ملک ما همیشه الله مهربان خوبی ها و نیکی ها را نگه دار. الله مهربان همیشه همه ما بندگانت را در پرده رحمت و عصمت نگهبان باشی. برادران و خواهران عزیز، امروز مثل روزهای پیشینه یک چند سوالهایی که بر من ارسال شدن من برای شما جواب گردانده و از الله مهربان دعاگو هستم که در حق ما هم دعا کنید و بسیاری از مسئله و مسائل هایی که کمی تأخیر می شوند، برادران عزیز شما دانید که خیلی و خیلی سوال زیادی که امروزها ارسال می شوند، من راستی هر روز به این سوال ها و هر روز به این مسئله ها جواب داده نمیتونم، به خاطری که من تنهایم و بغیر این مسئله و مسائل با بعضی مشغولیت دیگرم برای خودمان داریم. از این خاطر انشاءالله چند سوالی را که الحال قدرت و قوت میرسد من برای شما جواب میگردانم. سوال اولی که در پیش من آمده است، گفتن آیا زن به مرد زیارت حج رفته میتواند یا نمیتواند؟ برادران عزیز و گرامی، سوالی که شده است حقیقتا سوال‌های به امروزه ما بسیار بسیار مهم هست. آیا زن بدون محرم، یعنی همراهش شوهرش نباشد یا پدرش نباشد یا بچه‌کاش نباشد یا برادراش نباشد، یعنی نفرهایی که همچون محرم حساب می‌خورند، آیا اگر اینها نباشد زن سفر حج کرده میتواند یا نمیتواند؟ از نگاه مذهب امام ابو حنیفه، برادران عزیز و گرامی، حدیثی را که
هم امام بخاری و هم جناب امام مسلم آوردن، جناب امام ابو حنیفه با همین حدیث استدلال میکند که رفتن زن به محرمش مقصد اجازت نیست. من برای شما حدیث خوانم. پیامبر ما فرمودن لا یحل لامرأة ان تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة الا مع ذی محرم. پیامبر گرامی گفتن حلال نیست برای زنی که ایمانی با خدا و روز قیامت دارد سفر کند مسافه را که مسافه یک شبانه روز باشد مگر با همراه محرم هاش. یعنی هرگاهی که سفری که اگر از یک روز یا از یک شب عبارت باشد، زن به یک نفر نزدیکش که من نام بردم به اینها مقصد رفتنش اجازت نیست. چگونه که گفتم نزد حضرت امام ابو حنیفه که صاحب مذهب ما و شما هست، جناب امام احمد حنبل هم همچنان همین استدلالی را که همین دلیل را که همین حدیثی را که جناب ابو حنیفه آوردن ویم همین را برای پیروای خودش گویم که گفتن که یعنی به محرم اجازت نیست. اگر به محرم رو هم برادرای عزیز پهلوی دیگه هم دانین، اگر به محرم هم که رود یعنی محرم هاش نباشد و همراه توده زنها، چگونه که امروزها از تاجیکستان ما و شما هم یک گروه زنها به زیارت خانه کعبه می روند، با موافق مذهب امام شافعی حضرت اجازت میتد، میگد اگر یک توده زنها باشند یعنی یک کلکتیو یک گروه باشند میتونه زن که به محرم به شوهر شای به پدر شای به برادر و فرزند شم میتونه که با گروه زنها رفته مقصد زیارت کند. زیرا که امام شافعی میگد که این سفر ضروری که هست، سفری بگیم عبارت از عبادت که هست، خلاص برای این محرم هم ضرورت نداره. ولی در مذهب امام ابو حنیفه گفتیم اجازت نمیتد، لیکن اگر پیروای مذهب امام ابو حنیفه میگه اگر روان هم حج از گردنشان ساقط می شود، ولی با موافق استدلالی که حضرت ابو حنیفه از حدیث بخاری و مسلم آوردن گناهگار می شوند، برای این گناهشون توبه کنند. این است جوابی که آیا برای زن به محرم رفتن حج اجازت هست یا نه. از بس که برادران عزیز و گرامی امروز بسیاری مادر و خواهرهایی هستند که خلاص مبلغ حج بسیار بلنده، یا اینکه نوبتگذاری که ماندن مقصد یکی از همین موفق می شود. ممکن مرا مادرم یا مرا مثال عائلم نامش می آید، لیکن نام شوهرش نام یگان محرم هایی که دارد اونها نمی برایند. به این خاطر امروز با موافق مذهب امام شافعی که رفتن گروه زنها یک جا مقصد که سفر عبادت است اجازت است، ولی به خاطر آنی که ما پیروی از مذهب حنفی میکنیم برای به محرم رفتن من نزد الله مهربان توبه میکنیم که الله مهربان از همین خطا و کمبودی را که ما انجام دادیم خداوند گناه ما را ببخش. ولی حج از گردنت ساقط می شود، پاداشو بگیم اجری حج البته میگیری خواهر عزیز. برای همین
اکو این مسئله هست. این مسئله ها را مقصد در داخل انا شریعت من صاحبای مذهب الله رحمتشون کند مهنت و زحمت زیاد کردن. ما از اینها مقصد یگان جایی گیله و خفگی و ملالی نداریم. فقط انا امروز که همین عذرهای را که من بیان کردم که یعنی از ممکن از یک خانه همون یک زن رفته میتونه، دیگرهاش امکانیتی رفتن ندارن، یا در مثال رفتن یعنی نامش نمیبراید یا نوبتش نمیرسد. خلاص بعضی همین سبب ها که هستند مادرها و خواهرای ما اگر روند انشاءالله از این سفر خدا خواهد باز خیر زیاده میارن. گویم هم ایمانهاشون انشاءالله با سیقل میابه، با مهرها و محبتها و اخلاصهاشون به دین خدا زیاد میشود. خدا خواهد این سفر سفری مبارک، این سفر سفری بسیار نیکی هست. این مادر مقصد اگر بگیم تا زمان حج توفیقش یا جهان بینیش یا مقصد مسلمانیش اگر کم بود اندک بود، بعد حج در این مادر در این خواهر خیلی تغییرات زیاد داخل می شود. برای همین انشاءالله رفتن تان یگان زیانی ندارد مادر و خواهر عزیز، ولی احتیاطاً به خاطری که عزیزای خدا مهنت زحمت کشیدن برای ما دلیل و حجت آوردن، ما نزد الله مهربان توبه هم میکنیم که الله مهربان به این سبب خطا و کمبود کردم که البته این عذر دارد، من را قصدن هم نکردم، خدایا از من این حج قبول کن. انشاءالله مادر عزیز خوب است و خیر است.